به نام خداوندی بخشنده مهربان، با عرض سپاس و درود بینندگان و هموطنان گرامی به برنامه بازچی گپ خوش آمدید. حالا همراه برادر باباجان قیومزاد هستیم که انشاءالله مرور به اخبار و حوادثی امروز که به سر ملت تاجیک آمده است صحبت خواهیم کرد. دوست عزیزم، شروع میکنیم از اون مقاله که استاد برزو عبدالرزاق که در نشریه نگاه منتشر شده است، از آن شروع خواهیم کرد. و استاد برزو نام مقالهش این است که علت مادرزادی نابودی جمعیتی که اصلاح شدن نمیخواهد ناگزیر است. یعنی آن جمعیتی که اصلاح شدن نمیخواهد اون به نابودی میرسد، بعد روزی از روزها نابود میشود. این مقاله یکی بهترین مقاله های است که خوانندگان هم بهای خود را گذاشتن. این شروع می شود از مقاله از یک حالتی مهاجران، حدوداً به این شکل شروع میشه سیناری که 300 تاجیک در روسیه هستند و این واقعیت هم رخ داده است. 300 مهاجری تاجیکی این مزدور و همچون غلام میگوید که غلامان ما 300 نفر در یک منطقه در روسیه بوده هستند و 3 نفر روسی که میزده و مست، اونها می اومدند دستن از اونها، همه اونها را گاه می اومد دستن و اونها را قطار کرده، از اونها پول و چیزی که در جیبشون می بود داشتند اونها را می گرفتند می رفتند. هر وقت این تکرار می شده است و بعد تاجیک ها این عددی بزرگ فکر می کردن، یک روز فکر کردن که مشورت کردن که چی باید کرد، ولی نتوانستن حل بکنن. مثلا اختلاف های داخلی یعنی محلی و کلابی و بدخشانی و اینها جدا شدن و همچنین شک به حدی رسید مشاهدی اونها که شروع کردن به قریب که به مشزنی یک دیگر شروع کردن، ولی در عموم رسیدن به این که کی شروع کند، اون 3 میزده که می آیند کی شروع کند و در این هم بحث می شود که کدام گروه اول در برابر اون برخورد کنه، مقابله بکنه. دیگر اینم وقتی که به نتیجه نمیرسن میگویند که چند نفر از داغستانی در همسایگی زندگی میکرد هستند، اونها را رفته با اونها صحبت کنیم تا اینکه آمده اینها را، این 3 میزده روس را از اونها نجات بدهند. و وقتی که این 3 میزده میروند به اون داغستانی میگوید که 1 نفر به نام مگامد میرود و اون 3 نفر را و این تاجیک ها حیران میشن که اون 3 نفر است، 1 نفر چی طور مثال اون 3 نفر را میزنند میتواند. در این خصوص اونها داغستانی ها میگویند که شما بروید، اگر چیزی شد شما کمکشان بکنید. به هر حال این داغستانی میرود بالاخره اون 3 نفر را، 3 اوباش یا 3 این میزده روس را میزند و اونها دیگر به نزد تاجیکان میان. و مؤلف در اینجا میگوید که استاد برزو که عجیب آورش این نیست که این عددی 300 نفر با اون 3 میزده مقابله کردن نمیتونن. اینم نیست که اونها تکیه به کی کردن، با داغستانی ها کردن، ولی عجیب آورش، تعجب آورش این است که بعد اینکه 3 نفر رو این داغستانی زد، هر یک از تاجیک میگفت که دعوا میکرد، شانه میکشید که ما این کارو کردیم و قهرمانی ها شانه در هر جا این مسئله رو از خود میگفتن، از آن خود میکردن. یعنی یک حالتی واقعا، و میگوید که این حالت نه فقط به مهاجران تطبیق میشود بلکه این ملت ما به من حد رسیده است. بله درست است. در ادامه صحبتشان برزو میگوید که وقتی که شما با تاجیکان وقتی که صحبت میکنیم امروز همه میگویند که کو بینیم چی میشود، مان گمش کن. یکی از علتهای اصلی غلامی طبیعتی ملت رو هم در همین میبیند و واقعا این جای بحث زیاد دارد مقاله و فکر میکنم اینجا جای فرصتی کم است که ما در این بپردازیم. این مقاله، این چیزی که برزو گفته است واقعا دردی واقعی یک ملت است. یک دردی است که نمیشود اون رو با چنین یک سادگی گذشت کرد از اون و دربارش اگر کتاب ها هم بنویسند واقعا کم است.
چون که علتی واقعی رو برزو بیان کرده است. گفت است که ملتی که در وطن خودش غلام است در جای دیگر نمیتواند غلام نباشد. غلامی برای تاجیک امروز از وطنش سرچشمه میگیره. یعنی در وطن او رو غلام کردن، مثل غلام، روحیه غلامی در او ایجاد کردن. همون جایی که باز میآید میگوید که وقتی که یک موی سفیدی 95 ساله رو شما میبرید مجبور میکنید که به حد میرسونید که گریش در میآید، اشکش رو جاری میکنید. در این غلامی است. پیشینوارها بله، و این غلامی است. اون غلامی اون است که پیرمرد احترام ندارد در وطن خودش، چی رسد به جوان. غلامی این است که پیرمرد به خاطر در فراق فرزندش جان میدهد ولی نمیتواند اون را و میگوید که اون پیرمردی که در روسیه کشته می شود و اونی که در داخل تاجیکستان یعنی با حسرت ندیدن فرزندش میبرد قریب یک است. میگه فرقی ندارد. ولی این چیزی که گفتید که استاد برزو میگوید که در خانه غلام باشی در غریبی هم غلام میشوی. غلام خاطره کوتاه دارد و عذاب و استثمار و اذیت دهنده اش را زود فراموش میکند. وی مثل حیوان کاری است که برایش جوال و کاه و کنج رباط یعنی کنج عاقل بالاتر از شأن و اعتبار است. بله. یعنی واقعا هم خیلی که در اون قصه میکند آدم هایی که طبیعتی و غلامی دارند همیشه به هم نسل خود، هم وطن خود زور است و یعنی غرور دارد، اما در برابر یعنی دیگرها ناتوان است. همونه که عربی در عربی میگویند که شما در برای ما مثل در برابر ما مثل شیر هستید و در جنگ ها مثل روباه. واقعا همین خیلی است. یعنی ملتی که ضعیف شد به این حد رسید، از عمر علی که با این حد کشته می شود و به این یک فاجعه انسانی است، ولی این ملت نه حکومت نه تا یه حدی را که جامعه مدنی هم، یعنی ملت در برابر واقعا در برابر حادثه عمر علی نظروف یک مقصری، یک کمبودی زیادی کرد که این را استاد برزو بسیار با یعنی سختی با علم قبول میکند. بله. این میگوید که حالا کی عمر علی را در خاطر دارد؟ فقط پدر و مادرش و قبر کوچکی که برایش گهواره ابدی شده است. اگر ما از مادر عمر علی دفاع میکردیم شاید با همین تمام مردم خود را سفید کرده میتوانستیم. یعنی اگر ما از مادر اون که آمد تاجیکستان و هیچ کس از اون برای یعنی پیشواز او برای ادای احترام به اون فرزند و به این حادثه اگر مردم میرفتن به نزد اون، خیلی وضعیت به نظرم که میگفت که یک نوع خود رو سفید میکردیم و ملت خودش رو سفید میکرد. ولی متاسفانه مادر اون این جسد بیچاره عمر علی آمد ولی کسی حاضر نشد که پیش اون برود. بسیار اگر این در یک ملت دیگر میشد میدیدی که چی قدر یعنی مردم در این باره به قرار نمی ایستادن، ملت قرار نمی ایستاد، هم مردم هم حکومت هم. ولی در ما مثل که چیزی رخ نداده است و حتی به حد رسیده است در مسئله عمر علی که میگویند که عمر علی به حدی رسید است که میگویند که 5 ساعت اون عمر علی وقتی جسدش اومد 5 ساعت نگهش داشتن ولی کسی حاضر نشد از وزارت اون بهداشتی اینها که اون رو به هم تشخیص بدهند. یعنی اون تشخیصی که روسیه بود معلوم بود که به فایده اونها می شود، ولی چرا در داخل تاجیکستان نکردن؟ وزیر بهداشت در یک نشست خبری گفته است که به خاطر اینکه کسی از ما طلب نکرد که ما ما رو تشخیص بزنیم. درست است. و برزو در آخری نوشتهش با علم می نویسد. بله. ما باختیم. بله. فقط باید در یاد داشت که نابودی جمعیتی که اصلاح شدن نمی خواهد ناگزیر است. این را هم باید دانست که برای نگاهداری غلامان دیوارها لازم نیستند، زیرا دیوار در دل غلام است. یعنی همون داستانی که واقعا غلامی یک طبیعت و فرهنگ ملت شود، اگر دیگر اون برای اون شرط نیست که یک دیوار بکشی.
اون در ذهن او، در فکر او، در عقلش تنها همون غلامی است و بس. و امروز چنین روند در جامعه ما مشاهده می شود که تقریبا به سیاست غلام کردن ملت در جریان است و این مصیبت است و این درد را برزو در داخل سخنانش خوب آورده است، اشاره های کرده است و میداند که سرمنشه همه این غلامی کجاست. ایمان گمش کن. باز هم با خیلی خوب و با اشاره های ظریف میخواهد این را بگوید که سیاست را به سوی غلامسازی جامعه نبرید. فرهنگ را به فرهنگ غلامی تبدیل ندهید. ملت را، غرورش را نشکنید. مردمی تاجیک را از این بیشتر به سوی بی‌اعتبار شدن و بی‌ناموس شدن پیش نبرید. با مواد مخدر و با دیگر ملت را بیچاره و ملت را از فقر در قعر فقر نگاه ندارید که به یک ملتی مظلوم، به هویت، به ناموس، به تمام چیز تبدیل شود. این است که دردی واقعی برزوکی میخواهد در این مقاله بیان کند. ولی تا حدود از ملت هم شکایت میکند که ملتی که خودش نمیدوند چیکار میکند، اون ملت هم میگه نابودی چنین ملت ناگزیر است، ولی باید درک کرد. امروز متاسفانه میبینیم که یکی پس از دیگری بزرگان، دانشمندان و فرهنگیان و اون اصلاح طلبان و به اصطلاح روشنفکران جامعه ما اعلان سکوت میکنند. اعلان میکنند که دیگر حرفی نمیزنند، یا اینکه بدون اعلان سکوت اختیار میکنند، یا اینکه از ترک وطن میکنند. این مصیبت است. این به خاطر آن است که آنها غلام بودن نمیخواهند، ولی در میان این ملت چیکار کردنشون رو نمیدونند. این باید یک راهی را پیدا کنند و ملت باید از این حالت نجات یابد. و این را برزو در این مقاله‌اش خیلی خوب مشخص و روشن گفته است. ولی کجایند آنهایی که در کنار برزو باشند؟ کجایند دیگر مردمی که بیایند و این گفته برزو رو درک کنند و علم برزو رو میدونم مطمئنم که زیادند آنهایی که دردی برزو رو دارند، علم برزو رو دارند، ولی چرا ساکتند، چرا خاموشن نمیدونم. بله، در اینجا برزو در اینجا گفته است که وقتی ما موی سفیدی 95 ساله رو ترساندیم تا نزد نواربردار گریه کرد و به او اجازه ندادیم که با پسرش دیدار بینی کند، او را از هواپیما فرو آوردیم چون که یک کس شاید از بیخودی او را تروریست نامیده و به او نفرت کرده است. بله. یعنی به خاطر یک نفر که یک گروه رو، یک عدد، یک نفر رو هم اون از بیخودی، از نفرت کرده است، نباید ملت برود سری این. واقعا هم همیشه شده است. یک نفر تصمیمی همه چیز خوب بد، یک گروه، یک چی در دست یک نفر مونده است. سرنوشت ملت مونده است. بله. امروز نه اینکه یک نفر، بلکه اون هم آورده است فرزند خودش رو هم آماده میکنه تا اینکه این سرنوشت 8 میلیون ملت تاجیک رو در دست بگیرد. و واقعا هم ما هم روزانه این چیز رو میشنیم. ایمان گمش کن، همین چیزی که استاد برزو یک مصطلح خیلی عجیب میگوید و این رو سبب اصلی عقیماندگی ما و این بدبختی های ما میدوند. و واقعا هم ما روزانه هم این رو میشنیم. خویش و تبار همه برای ما میگویند که ایمان گمش کن، شما چی قدر صحبت میکنید، گپ میزنید. بله. و دیگر خبر این است که شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفته است که از یک طرف گفته است که دادگاه عالی و همه مقامات یعنی دادگاه ها و این دادگاه های تاجیکستان مستقل هستند و سپارش کسی رو انجام نمیدهند، اجرا نمیکنند. و از طرف دیگر گفته است که واقعا محیدین کبیری رهبر حزب و اون مسئولینی که بازداشت شدند در ثابت شده است که در آشوبی اون عبدالحلیم نظرزاده به واسطه دست دارند. پس حال ما با شیر محمد شاهیان این است که از یک طرف شما میگویید که شما مستقل هستند، دادگاه تاجیکستان مستقل هستند، باز از طرف دیگر این گپ خود را
شما از دیگر طرف ضد و نقیض گپ ضد نقیضی میارید میگویید که محی الدین کبیری و اون اعضای مسئولین حزب نهضت در اشوبی حلیموف حاجی حلیم نظرزاده دست دارن، به واسطه دست دارن. پس شما که با اونها زندگی کردیم، با اون برادرانی که فعلا در زندان هستن، آیا چیزی رو دیده بودیم که در اونها که دلالت میکرد که اونها با حاجی حلیم هستن؟ حتی همون برادرانی که امروز در چی هستن، در زندان هستن، اونها خود بیانیه اظهارات منتشر کردن و گفتن که ما دست نداریم، ما با همراهی حکومت در این مسئله هستیم. باید یعنی این چیزها بود. بله. خب این دیگر یه چیزی معلوم است که شاهیان به اصطلاح میخواهند آفتاب رو به دامان پوشانند یا اینکه چیزی دیگر، ولی همه مردم الکی میدونن که در تاجیکستان الکی فرمان یک نفر اجرا می شود و دیگر اونقدر معنی ندارد که ما درباره بعضی چیزها واقعا سخن بگوییم دیگر. چون شما ببینید وقتی که یک نفر رو گناهکار میکنه باید برای گناهکار بودنش دلیل داشته باشید و این همش دلیل کی میتوند برای شما ثابت شود؟ مثلا میگن که محی الدین کبیری به حاجی حلیم نظرزاده پول داده است، از طرف دیگر میگن که حاجی حلیم نظرزاده فلان میلیون و میلیارد داشت. کجای این درست میآید؟ این سی کارخانه و دیگر دارد. این یک طرفی کار. دومش شما یک بار بیاید ببینید کدام یک از بازداشت شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از این مسئولین را آشکارا در آوردن در بین خبرنگاران بازپرسی کردن، بازجویی کردن، یا اینکه پرونده اون را اصلا در سود بگذارن، حداقل پروندهشون به سود می رود. آیا اینا میتونن در سود آشکارا بگذارن در نزد همه خبرنگاران پرونده اونو بررسی شود؟ مطمئن باش این هم نمیگذارن. ولی اعلام کردن که از الکی که این پرونده های مخفی هستند. برای چی؟ اگر هر پرونده ای که باشد خب بگذار تا امروز اگر مخفیش نگه داشتن، برای مثال که نمیدونم دیگر جنایتکاران آگاه نشوند یا اینو فلان دروغ های دیگر، خب از این به بعد دیگر تمام شد. هر کسی رو که میخواستید یا اینکه هر کسی که نگرانی چیزش بودید تمام شد، گرفتید، بستید، محکم کردید، زدید، کشتید. حالا چی مونده است؟ بیایید اگر واقعا راست میگویید بیایید در بین خبرنگاران آشکارا، خبرنگاران داخلی و خارجی، نه اینکه در نزد شبکه تلویزیون باز هم مثل همون گذشته ها بیارید یک نفر رو از اون اعتراف بگیرید. این روش شما دیگر کهنه شده است، این همه میدونند. ولی بیایید در سود را واقعا در نزد خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار کنید. ببینن مردم که کی گناهگار است، ببینن شما چقدر راست میگویید، ببینن مردم دیگر به تهمت‌های شما باور ندارد، به گپ‌های شما باور ندارد. شما درست است که امروز با استفاده از تلویزیونتون، با استفاده از رادیوتون، با استفاده از قدرتتون، با استفاده از قانون وقتی که میگم این قانون را واقعا یا سوء استفاده میکنن که اومدن امروز برای مثلا یک چیزای دروغی را به مردم بار میکنن، میگن گویا که این با استفاده از قانون این کارا میکنن. واقعا اینها همش ضد قانونی هستند و اینها را استفاده کرده ایستادین. بیاین برای مردم اثبات کنید اگر میتونید. واقعا هم اگر شما درست میگویید، راست میگویید، بیایید برای مردم جنایتکار بودن محمد علی حیات رو اثبات کنید، جنایتکار بودن سید عمر حسین رو اثبات کنید، جنایتکار بودن مولوی محمد علی رو اثبات کنید. بیایید جنایتکار بودن سیف الله زاده حدود 70 چند ساله رو اثبات کنید. بیایید جنایتکار بودن دوملا زبیدالله 72 ساله رو اثبات کنید. کجا و با حاجی حلیم کار داشت و دوملا زبیدالله که تمام مردم اون رو میشناختن، تمام مردم اون رو دوست می‌داشتن، ولی امروز شما میگویید که اونها جنایتکارن، اونها اینن، اونها وین. اگر رئیس سولی عالی هستید جناب شاهیان و مستقل هستید، شما این حق را دارید که از خبرنگاران دعوت کنید و از حکومت بخواهید که بگذارد سودی این گروه آشکارا در نزد خبرنگاران برگزار شود. بکنید این رو.
استقلالیت خودتون رو نشان بدید. بله. ولی مطمئنیم که شما مستقل نیستید. هرچند مثلا اونها میگویند که موردی شکنجه و اینها قرار نمیدین، شما این دعوا رو میکنید بگیرید یک گروه از روزنامه‌نگاران مستقل و حتی مثلا سازمان‌های بین‌المللی رفته ببینن که آیا واقعا موردی ضرب و شتم شکنجه قرار میگیرن نمیگیرن. پس معلوم است که این صحبت‌ها، این شاهیان هم که تاکید بر تاکید میکند دولت به همون نادرست به اساس بدن اون میکند. وقتی که شما بسیار تاکید میکنید که ما مستقل هستیم، همه ملت میدوند که تو چی از شما مستقل هستید. یک روز من یک قصه را میکنم. در روز اخیری که من مرافعه گرفتن زمین اون بازار سخاوت استاد مهیدین کبیری در سخاوت از که به نام زنش ثبت بود، اونجا من هم شرکت کردم. اون سودیه‌ای که بود یک زن بود بسیار یعنی وجدان، یک زنی تاجیک وجدان دارد و وطن دوست است. اون از خود استاد مهیدین کبیری درخواست کرده بود، به اصل قضیه پی نمی برد. درخواست کرد که شما بیایید من تا حد امکان کوشش میکنم که یعنی یک حکمی عادلانه در این مسئله صادر کنم. خود استاد کبیری شرکت کردن و بیچاره بزرگ میریار و وکیل مدافع بود، صحبت کردن و واقعا هم صحبت خوب شد. در بین مرافعه بودیم که یک نفر اومد به سودیه گفت که یک فکس از دوشنبه اومده است. ما این وقت در ترسانزاده بودیم. وقتی که فکس رفت گفت اون سودیه گفت اجازت باشد، خود چند خبرنگار هم در اونجا شاهد هست و بسیاری برادران هم شاهد هستند. وقتی که رفت اونجا کابینتش رفت، بازگشت اومد، وضعش تغییر میکرد، حالتش بسیار حیران شدگی. به نظرم یعنی اون قرار شد الکی به اون فکس فرستاده شد که شما این را اینا بخونید و واقعا هم خوند و گفت که حالتم خوب نیست. مردم گفتن که بسیار حوض خوب بودی، چرا یک در بعد این فکس رو دیدن اینقدر وضعیت تغییر کرد؟ یا اونه که در حق بیچاره زید سعیدوف، بله اون قدر چیزهایی که بود، یا در بزرگ میریار و شهرت قدرت، این قدر آدم های بیگناه که می شود، معلوم است که این دادگاه که اینها دعوا میکنند اینها به اساس هستند. یک خبر عجیب دیگر این است که عالمان تاجیک جاری شدن لیمیت برق را علما اثبات کردند. در اون چی آمده است که به قول او بر اساس این تحقیقات نتیجه گرفتند که واقعا جاری شدن لیمیت برق در تاجیکستان از نگاه علمی دقیقاً با پایین رفتن سطح آب دریای وحش و کم شدن ذخیره آب در آب انبار نارک بستگی دارد. یعنی عالمان ما هم شدن چاپلوس و یعنی دیگرها با دیگر ره این عالمان یا که به نام عالمان دانشمندان تاجیک آمدن میگویند که واقعا این لیمیتی که برق هست به خاطر این هست که چی آب در آب انبار نارک کم شده است و از همین و عموما سطح آب در دریای وحش کم شده است. به این سبب است. این هم برای چی؟ اول من تعجب میکنم برای چی میخواهند که این رو اثبات کنند؟ یکمش این جای خودش جای سوال داره، چرا میخواهند این رو اثبات کنند؟ بله. از طرف دیگر شما ببینید عالمان ما اینقدر دانشمند و مثلا کاراشون دیگه کارهای دیگرشون چیز شده است، تمام کردن، هم در همه جانب تحقیقات فقط مونده است اثبات کردن لیمیت برق. ولی شما تصور کنید که وقتی که از زبان پرزیدنت افغانستان در سال گذشته در همین سامانه آزادگان خونده بودیم که ما میگفت که ما از تاجیکستان چقدر برق میخریم در زمستان. بله. و مردم خودمون میدونن که این برق فروخته میشود. بله. شما اگر 1000 اثبات کنید این را، مردم به عقل نیستند، میدونند. برای چی؟ از سالی که لیمیت در تاجیکستان علاقه برق غیب زد و لیمیت برق برقرار شده است، جاری شده است، شما تصور کنید چقدر گذشته است. بعد از اینکه لیمیت برق جاری شده است در تاجیکستان، سنگتوده به کار در اومد. خب برق اون کجا رفت؟ آب انبارهای خردمیانه گیس های زیاد دیگر در این وسط پیدا شده. بله. برق اینا کجا می رود؟ بله. چرا به مردم برق نمی رسد؟ حالا هم همون لیمیت برق وجود دارد و اینا میگن برق نیست، آب کم است. بله. از طرف دیگر یکی از دانشمندان ساحه همین انرژتیک یادم نیست اسمش
اثبات کرده است که قریب یک چند چقدر نیروی برقی ما در مرز ازبکستان گم می شود. این اثبات کرده است واقعا هم. خب شما اگر میخواهید چیزی رو اثبات کنید، بهترش بیایید اثبات کنید، این را اثبات کنید که تاجیکستان میتواند نیروی برق خودش تامین کند یا نه بالاخره. و شما بیایید این اثبات کنید که از سالی که این لیمیت نیروی برق شروع شده است تا امروز این قدر گازهای دیگری که برق تولید میکنن پیدا شدن، این برق اینها کجا میرود؟ این رو اثبات کنید. شما بیاید واقعا این رو اثبات کنید که چرا پرزیدنت افغانستان میگوید که ما از تاجیکستان برق میخریم ولی مسئولین تاجیک این رو رد میکنن. این رو اثبات کنید که بالاخره برق میفروشیم یا نمیفروشیم. بعد اون چیزهایی که واقعا این یک ساحه هست که بسیار فساد زده هست و چند سبب ها دارد. مثلا یک بار فکر نمیکنن که چرا این تلکایی که یک اندازه کوچک میتید 40% برق تاجیک رو میخرن. بله. و دوم چرا اینقدر ناشفافیتی و حساس است مسئله برق تاجیک؟ همیشه یک آدمای نزدیک به رئیس جمهور میآیند در اونجا. بله. و واقعا هم خیلی ناشفاف است اون مسئله. و دیگر مسائل دیگر هم هست. اون کارشناسان میگویند که مثلا نارک برای اینکه اون فعالیت قوی بکند اون رو باید هر چند سال بعد باید اون لایه هایی که میان اونها رو باید گرفت. بله. یعنی شما مثل همون راه های دوشنبه و دیگری که از وقت شوروی ساخته شده است و او رو اگر اصلاح نکردی اون آیسته خراب می شود، ویران می شود، دیگر ناکارم می شود، مثل همون دیگر نیروگاه ها هم همون خیلی است. یعنی این مسئولین بیچاره ما همیشه چیکار میکنن؟ میخواهند هر عیبی هست به سر مردم بزند و به سبب طبیعت و یا دیگر به خدا. یعنی در برابر مثلا چرا برق نمیشود؟ مردم پول نمیدهند، مردم ایخیل هستند، مردم بخیل هستند، مردم این هستند. چرا دیگر مسائل رو شما مطرح نمیکنید؟ و بعد دوم چی طوری که شما مسئله گذاری کردید، آیا تاجیکستان اگر یک حکومتی مدیریت قوی داشته باشد بیاید نمیتواند که از همین مشکل برآید؟ بسیار با آسانی یک کشوری که اصلا همه آب است ولی چرا نمیتونیم؟ به خود معلوم است که اینجا مسئله فساد است، مسئله ناعهده برایی است واقعا هم. و واقعا هم این هم است که فروشی به درد میانی بعضی که با کیسه بعضی اشخاص معین می رود این است. و بعد دیگر این عالمان ما هم ماشاءالله بسیار قوی شده هستند که دیگر اینمی است اختراعات دانشمندان تاجیکی میگویند که علما ثابت شده است که برق نه در این لیمیت برق رئیس جمهور گناهگار است، نه برق تاجیک گناهگار است، نه تولک گناهگار است، دیگر هیچ چیز. تنها مشکل مردم پول نمیدهد و مشکل دیگر این است که مشکل طبیعت است که خدا آب کمتر کرده است و این رخ داده است. دیگر این است که نفقه معیوبی بیش از 13,000 نفر در تاجیکستان لغو شده است. فعلا 7,000 هستند. یعنی معناش این است که حدوداً 20,000 نفر در تاجیکستان نفقه معیوبی می گرفته است. از این 20,000 13,000ش بعد که تشخیص کردن معلوم شده است که این 13 تا ساخته است. یعنی شاید در این جا هم یک بیچاره هم رفته است ولی در عموم اکثریت یعنی از این تشخیص نگذاشتند و 13,000 این نفقه معیوبی 13,000 نفر لغو شده است. یعنی این 13,000 لغو شده است ولی شما ادامه‌اش هم بگید که ولی نفقه معیوبی بیش از 10,000 سامانه امان الله حکومت لغو نشده است. نه لغو نشده است. اون واقعا این رو باید مردم بدونن که چرا که مثلا نفقه شاید از یک کمبغل بیچاره بده است که با مثلا معیوب بده است یا یه چیزی شده است مثلا اون لغو می شود که اگر شاید اون 10 ماه یک ساله نفقهش به اندازه یک نفقه حکومت نیست. بله این واقعیت است. 8,000 چند میگیرد امان الله حکومت ماهانه 8,462 سامانه میگیرد و دیگر بعضی هایی که 8 نفر اول 10 نفر بودستن بعد انتقاد پرزیدنت اون به 7 نفر رسیده است و اکثر اینها آدم های برانپایه تاجیک صادرات بانک هستند و اینها. و بعد این است دوست عزیزم
وقتی که 13,000 معلوم شد که 13,000 معیوب نیستند و اینقدر ضربه به بودجه کشور زدن، چرا اونهایی که چنین سخته کاری کردن یعنی جوابگو نمیشوند؟ چرا با جوابگری کشیده نمیشوند؟ این معجزه حکومت ما است اصلا. میدونید چرا؟ در حکومت ما مثلا در قضیه بازار استاد کبیری شما پیشتر ذکر کردید، ببینید بازار میگن که این ورزشگاه غیر قانونی فروخته شده است. بله. ولی گناهگار کیست؟ هیچ کی. بله. گناهگار محیدین کبیری که خریده است. کی خریده است. ولی کی غیر قانونی فروخته است معلوم نیست. اون دوباره اون رو به یک کسی دیگر فروخته است. من در این قضیه بازار سخاوت یعنی کمتر معلومات بیشتر بخونم که به واسطه در اونجا بودم. سبب غیر قانونیش چی است؟ این است که همون اعلانی که برای فروش این مزایده این بازار شده است به زبان روسی شده است، به زبان تاجیکی هم شده است. رفتن از اون نشریه‌ای که به زبان تاجیکی نشده است همه اون در ذخیره هر از اون نسخه بوده است اون را گرفتند. بله. یعنی به خاطر اینکه به زبان روسی منتشر شده است، همین دلیل، همین هم درست است، به تاجیکی هم شده است، ولی همه رفتن اون نسخه ها را گرفتن. ولی به این یک چی کوچک اونقدر، حتی من بودم که اون مقاماتی که در وقتی فروشی این بازار حضور داشتن اونها گفتن که 100% قانونی گذشت، یگان اشکال ندارد، ولی دیگر زور هستم. بله. امروز همه چیز در دست من است، هر کاری خواهم پول تا میگیرم، قانون هم من هستم، من حکم میبرورم. بله. من همه کار رو میکنم و تو همینی تمام. ولی وقتی شما ببینید، من منظورم شما درباره معیوبان وقتی گفتید، منظور من از آوردن این مثال چی است؟ در ما ماده شده است. بله. خب نزدیکان پرزیدنت، خیش تبار پرزیدنت، منصبداران، اکثرش منصبداران هم اکثرش از همون اولاد هستن، از همون خیش تباری همون هستن. اونها هر جنایتی کرده باشن، هر کاری کرده باشن، اون جنایت گویا که جنایت نیست، یا اینکه جنایت هست و مظلوم هست باید طرزه و ولی جنایتکار وجود ندارد. بله. هیچ کس، همه درباره جنایت حرف میزنن ولی درباره جنایتکار حرف گفته نمیشه. چرا؟ چون که اونها دخل ناپذیرن. یعنی 800 میلیون بانک وقتی آبولای شد، مثل همون 800 میلیون رو تمام جامعه جهانی خبردار می شود که نابود شده است. نمیدونم مثل همین غیر قانونی جا فروخته می شود. زمین هایی که چقدر فروخته شدن به نام دختر پرزیدنت، همه زمین فروشانی که بودن از نام دختر پرزیدنت حرف می زدن. بله. اینا هیچ کس 13,000 نفقه گرفتن. کجا شد؟ این چند سال است هر ماه. بله. شما فکر کنید چی قدر به بودجه ضرر میرسه؟ کسانی که اینجا دست دارن در این جنایت چرا مجازات نمیشوند؟ مسئله دیگر، در یکی از جلسه های حکومت خود پرزیدنت چند نفر رو از جایشون خیزوند و گفت که چرا شما کار نمیکنید؟ میدونم که شما کار نمیکنید، درست کار نکردید، شما خطا کردید، شما جنایتکار هستید. یا اینکه میگوید ها یادتون هست؟ بله. و یاد دارید که پیش از این که شما را چی خیال میگشتید، چی میپوشیدید؟ بله. کی شما را آورد؟ یعنی میدونم که شما دزدیدید به این به این دستگاه و نمیدونم به این پول ثروت رسیده، ولی این جنایت نیست. شما مجازات نمیشوید گفتنی که چرا؟ من که مجازات نمیکنم، شما هم به من صادقانه خدمت کنید. بله. قضیه همین است. عوض کبیروف، دیرکتری بازاری سلطان کبیر که در گذشته نفقه کلان میگرفته است، برای به تشخیص طبی حاضر نشدنش نفقه معیوبش رو قطع کردن. عوض کبیروف یک آدمی که معلوم است که صاحبی اون بازار سلطان کبیر، واقعا یکی از سرمایه‌داران کلان تاجیکستان است. بله. و همه میدونن که چون سخن درباره سلطان کبیر رفت شاید بد نباشد، چون من هم در اون بازار یک وقت صاحب کار بودم. بله. از ظلم‌های واقعا عوض کبیروف و اون مسئولین بازار واقعا آگاهم که در همدستی با حکومتداران چگونه کار میکردن. یک جا رو به یک نفر میفروختن. من در سلطان کبیر جا داشتم، خب برای این خاطر میدونم قضیه چی است. شاید صاحب کاران سلطان کبیر امروز اگر اونجا باشن، با اون دوستانی که اونجا با ما همکار بودن میدونن امروز در آگاه هستن. شما ببینید یک جا رو $1000 میفروختن. غیر این
از اون یک جو، یک متر جو، یک متر، نه اینکه یک چند متر، هر متر جای در سلطان کبیر شاید با این آخرها قیمت‌تر باشد. اون چند وقتی پیش بود $1000. یعنی متر مکعب؟ یک متر جو در اونجا $1000 میفروختند. خب غیر از این که $1000 میفروختند، از سر هر یک متر اونجا 3 سومون چک میگرفتند در ماه، هر روزه. هر روزه از سر هر یک از هر اونها 3 سومون چک میگرفتند. ولی چی میگفت؟ وقتی که یگان تفتیش و اینها میشد، به همه سوداگران میگشت میگفت که شما بگید که ما 30 درم چک میسپاریم. این یک تقلبی جناب عوض بود که اینا همه سوداگران میدونن، ولی آشکار گفتن نمیتونن، چون میترسن که جاشون از اونها میگیرن. از طرف دیگر این تنها نیست، از هر یک جا بغیر از این که میفروخت ماهانه 100 سومانی میگرفت. غیر از این من جا رو خریدم، ماهانه اجاره با 100 سومون سری هر متری اون میسپارم، هر روز چکی 3 سومون میسپارم. غیر از این یک سیف اونجا درست میکردن آهنی، یا سیف آهنی همین درست کردگن، برای اون سیف هم 60 سومون میسپاری. تصور کنید شما در یک ماهانه، شما تصور کنید در این قدر در یک جا اون سوداگرای بیچاره سلطان کبیر، حالی امروز شاید مردم زیاد از سوداگران شکایت میکنن، واقعا این است مشکلی مردم نمیدونن که همین یک سوداگری در سلطان کبیر سودا میکنه در یک جای خوردکک، اکثرش امروز بانکروت شده ایستادن. برای چی؟ برای که اونها برای جناب عوض کبیرов کار میکنن، نه برای دیگران. ولی یک خیشی از خشتباران ما هم در اون سلطان کبیر کار میکرد، میگفت 1 سال بعد اینها جوان نیوز میکنن. مثلا شما یک جو را خریدید با $10,000، یک ماه بعد دیگه اون رو میگن چند وقت بعد میگن که ما جو را تغییر میدیم. بله ما ایواز میکنیم و باز مجبور هستی از سری نو اون جو را بخرید. این 100%. خودی من در بازار سلطان کبیر 2 بار جو خریدم. جای اولم رو گرفتن، همین گفتن که خب تغییرات و اینا، دوم بار جو خریدیم. ولی این واقعیت است. امروز مردم اینا میدونن، ولی کجاست مثلا یک کسی که بیاد اینو تفتیش کند؟ بیا مثلا کجاست کسی که بیاد درباره این دوباره با وجود این قدر سرمایه که از مردم، غارتی که مردم را میکند، نفقه ش ببین چقدر است. او کجاست این عدالت؟ کجاست؟ یکی از اونایی که از 8 تا 10,000 سومون رو ماهانه برای نفقه معیوبی میگیره، تاجرین پیرزاده رهبری تاجیک صادرات بانک است. خب و چند نفر تاجیک صادرات بانک، یعنی اونهایی که پولی هنگفتی در دست دارن و ماشا میلیونر هستند و آنها باز از همه کرده نفقه بیشتر میگیرن. و واقعا هم حکومت که یک بیچاره را به خاطر یک صرافیش میگیرن 40,000 و 120,000 جریمه میکنن یا زندانی میکنن به یک چیزی. بر این 13,000 اگر این واقعیت داشته باشد که 13,000 یعنی نفقه معیوبی واقعیت نداشته است، اینها ساخته هستند، چرا مجازات نمیشوند؟ واقعا کسانی که دستن در کار این جنایت هستند. و من باوری کامل دارم که در این جمله کسانی که لغو شده است بعضی بیچاره هایی هستند که واقعا هم معیوب هستند، ولی یک جای یک کشوری شده است دوست عزیزم که با این حال ما همون که کی گفت، همون استاد برزو گفته است که دیگر غلام همیشه از خرد و از که و جاه از این طلب، یعنی در فکر این است، نه در فکر شأن و اعتبار و دیگر. درست است. و ایلو چرا باید امان الله حکومت نفقه معیوبی بگیرد، لغو نمیشود، اون باید باشد، با وجود اینکه تمام سرمایه نصف سرمایه تاجیکستان رو در اختیار دارد، با وجود اینکه کارخانه و زواد و تمام چیزا در خارج دارد، اون نیاز به نفقه باید نداشته باشد و واقعا هم ندارد. ولی چرا به این قدر پایین رفتن؟ چرا به این واقعا هم این هم باز هم از غلامی مردم است. اگر واقعا حاضر بعضی از مردم شاید میگویند که مردم ما به این حد رفتن، میگویند که خوب پول دارد کرده است، او پول از کجا آورد؟ از حق ملت، از ثروت من و شما، از همون چیزی که اونها دارن. اونها از ارث پدر یگانتش نیست، زیرا که در زمان شوروی هیچ کدام اینا میلیونر نبود. همش از مردم دزدیده شدن، همش مال مردم است، همش همون چیزی است که از من و دیگران گرفتن. ولی همه ما امروز چی میگیم؟
در برابر این ظلم، این ناعدالتی فقط خب ایمان گمش کرد. بینندگان گرامی، این بود برنامه بازیگر. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصر شما باد. شاد و موفق باشید. خدا حافظ.